جل ولی کلفرد سوف نحفر قبرك يا آل سعود صبرك صبرك دستم يا بلا اگه شیعه علی نیستی نشون بده از همین جا خوش کن دستو بزن تو دهن وهابیت يا آل سعود صبرك صبرك إنا سوف نحفر قبرك وعده ما باشد ماندم که حیدر وعده ما باشد ماندم که لشکر حیدر به سر آمد وعده ما باشد ماندم که لشکر حیدر برسد اسرا وعده ما باشد ماندم که لشکر حیدر برسد اسرا میشنوید از مأذن هاتا چی؟ اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی ولی الله این آخر ماجرای دنیا روشن شود عالمی که تاریک است طاغوت زمان به ترسد این لشکر چون لحظه انتقام نزدیک است یا آل سعود صبرک صبرک یا آل سعود صبرک صبرک انا سوف نحفر قبرك قبرتو میکنیم نا سوف نحفر قبرك وعده ما باشد ماندم که وعده ما باشد ماندم که لشکر حیدر برسد اسرا میشنوید از مأذن هاتا اشهد ان علی ولی الله روشن شود عالمی که تاریک است طاغوت زمان به ترسد این لشکر چون لحظه انتقام نزدیک است یا آل سعود صبرک صبرک یا آل سعود صبرک صبرک انا سوف نحفر قبرك انا سوف نحفر قبرك وعده ما باشد ماندم که لشکر حیدر برسد اسرا وعده ما باشد ماندم لشکر حیدر برسد از میشنوید از مأذن آسان اشهد ان علی ولی الله اشهد ان اشهد ان اشهد ان علی این آخر ماجرای دنیا نیست روشن شود عالمی که تاریک است طاغوت زمان به ترسد این لشکر چون لحظه انتقام نزدیک است یا آل سعود صبرک صبرک بگو انا سوف
نحفر قبرك نحفر قبرك